خوش اومدید. امیدوارم از قسمت اول داستان چنگال خوشتون اومده باشه. امروز به اتفاق هم میریم و ادامه داستان رو میشنویم. خوشحال میشم نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید. و سر 2 سال به قول عباس می توانستند از دسترنج خودشان دارای زمین و خانه بشوند. پاییز و زمستان و بهار گذشت. احمد به خیال فرار به اندوخته خود می افزود و ربابه هم هرچه خردریز گیرش می آمد به دقت می پیچید و در مجرای کهنه‌اش می گذاشت تا در موقع فرار همراه خودشان ببرند و شبها وقتی که توی رخت خواب می رفتند به جز حرف ارنگه و ترتیب فرار چیز دیگر در میان نبود. ولی پیش آمد دیگری رخ داد و آن این بود که یک روز مشهد غلام الاف سرگذر که ربابه را دیده بود مادرش را به خواستگاری ربابه فرستاد. معلوم بود سید جعفر و رقیه سلطان هر دو به این امر راضی بودند، اما این پیش آمد تأثیر بدی در اخلاق احمد گذاشت. ربابه که به این مطلب پی برده بود برای اینکه به احمد نشان بدهد که مشهد غلام را دوست ندارد نسبت به او بیشتر ابراز محبت می کرد، به طوری که احمد خسته می شد و چیز دیگری که احمد را تهدید می کرد پادرد بود که سخت‌تر شده بود و از این جهت پیوسته غمگین و خاموش بود. یکی از روزهای زیارتی که سید جعفر رقیه سلطان به شاه عبدالعظیم رفته بودند و قرار بود که شب را در آنجا بمانند، ربابه از غیبت زن پدرش خوشحالتر از همیشه بود. حتی کمی به خودآرایی پرداخته و از سفیداب تبریز زن پدرش که چندی پیشکش رفته بود به صورتش مالیده بود. ولی سید احمد در این روز دیرتر از معمول به خانه آمد. هرچند بزک ربابه در نظر احمد به طرز دیگری جلوه کرد، ولی این فکر دردناک برایش آمد که ربابه حالا خودش را آزاد و زن مشهدی غلام می داند و تا کنون هم به بهانه فرار او را گول زده و از نقشه فرار خودش را منصرف کرده و حالا که شوهر برایش پیدا شده ماندگار خواهد بود. همین که ربابه برادرش را دید جلو دوید و گفت: داداشی کجا بودی بابا؟ من دلواپس بودم. وای دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. چرا امشب اینقدر دیر کردی ها؟ با عباس بودم. داداشی میدونی امشب نمیانا. من میدونم. و چی خوردی؟ چی خوردی دهنت دقیقت بو میده؟ وا داداش چرا چشات اینطوری شده؟ مگه ناخوشی؟ نه شراب خوردم. عباس زورکی به هم شراب داد. وای داداش دعوا خوردی ها؟ چیکار کنم ها؟ چیکار کنم با این پای علیل؟ مگه پای معرکه بابام نشنیدی برا شراب چه چیزایی میگفت؟ ای بابا اون کاسبیش بوده، تو خودت گفتی. از قول ما سلطان گفتی که همون شب که ننمونو خفه کرد مست بوده. میدونی این حرفایی که میزنه برای کاسبیشه. اگر دکون همسایه کفش گاو میشه خوب بخرن، من 1000 عیب روش میذارم تا جنس دکون خودم رو بفروشم. اما کاسبی کردن با راست گفتن 2 تاست. حالا شاید حکیم بهش داده. حکیم چرا به من نمیده؟ من که جوانترم، حالم بدتر از اونه. اون 60 سال داره، همه کیفا رو کرده، همه یه بامبولا رو زده. میفهمی؟ اون وقت ارث پادردش رو به من داده. اگه شراب برا پادرد خوبه چرا من نخورم؟ ها؟ دروغه بابا، ولمون کن، همه این حرفا دروغه. ول کن بابا. حالا مگه نمیریم ارنگه ها؟ میگم چرا شراب نخورم ها؟ چرا؟ با این حالم من نمیتونم تکون بخورم. هر دفعه دارم بدترم میشم. 2 روز دیگه هم تو میری خونه غلام، من تنها میمونم توی این خونه. جونم به لبم رسیده. عصرم که برمیگردم مثل اینه که با چماق دارم منو میارن. میخوام برم سر بزنم به بیابون. چرا شراب نخورم ها؟ بعد
یک مرتبه ما بین آنها سکوت شد. چند دقیقه بعد شام خوردند و کنار حوض در رخت خوابشان خوابیدند. ربابه سردماغ بود. تخمه میشکست و میخواند میخوام برم ارنگه یه پای خرم میلنگه، میخوام برم ارنگه یه پای خرم میلنگه. قهقهه میخندید، اما احمد متفکر و گرفته بود و پیش خودش گمان کرد که ربابه به او طعنه میزند. ربابه دوباره گفت داداش امشب ما تنهاییم. ارنگه که رفتیم هر روز همینطوره. ننجون نیست، ما با هم هستیم. همچین نیست احمد ها. در جواب او احمد به زور لبخند زد. ربابه گمان کرد برای پادردش است. باز گفت داداشی میدونی فرار که کردیم اونجا تو ارنگه من ازت پرستاری میکنم. پات خوب میشه. مگه ما سلطان نگفت از باده باید چیزای حرارتی بخوری؟ میگم داداش حالا مبادا وقت بزنگ و پا درد بگیره نتونیم بریم ها. نه پا میبی نداره. اما به تو چه؟ تو که شوهر میکنی ها. به جدم قسم که من زن مشهدی غلام نمیشم، با تو میام داداشی. مهتاب بالا آمده بود. ستاره های کوچک از ته آسمان سوسو می زدند. ربابه آزادانه صحبت می کرد و می خندید و گونه هایش گلگون شده بود. احمد هیچ وقت این صورت مهیج را در ربابه سراغ نداشت و با تعجب به او نگاه می کرد. احمد با لحن تمسخرآمیز پرسید از مشهد غلام چه خبر ها؟ اوه مردشور ریختشو ببرن، الهی ننش زیر گل بره. نه میدونم تو خودت اونو میخوای. داداش به جدم که نه، من به جز تو کسی رو دوست ندارم، باور کن. دروغ میگی؟ والله دروغ نمیگم. هر آنی که را بیفتی منم با تو میام. باشه هفته دیگه. نه پس فردا میریم. اوه داداش با این پا ها. دیدی که من فهمیدم. از همون اول فهمیده بودم داری منو مسخره میکنی. مسخره تو شدم. تو داداش تو به خیالت من دروغ میگم؟ اصلا بیا همین الان بریم. باشه؟ باشه. اما تو اونجا هم میخوای شوهر کنی. توی ارنگه مردای پرزور جوون و سرخ و سفید داره. تو میخوای؟ من میدونم. بابا ول کن. میگم راستی من عباسو ندیدم. در این وقت احمد گونه هایش گل انداخته بود. به دشواری نفس میکشید. انگشت هایش میلرزید و دهنش خشک شده بود. ربابه که ملتفت او نبود دنبال حرفش را گرفت. داداش به جدم قسم اگه من زن مشهدی غلام بشم، دارم میگم به جدم. آخه مگه من نباید بگم بله؟ خب نمیگم. وانگهی او پیر و زشته. ما سلطان گفت 2 تا زن داره. من اونو نمیخوام، با تو میام. میگم داداش حالا ارنگه خیلی دوره ها؟ نه پشت کوهه. وانگهی ما با مال میریم. اون کوهای کبود که از روی پشت بوممون پیداست. آره میدونم روش برفه. میگم داداشی من یخماسم بلدم. میگم زنای اونجا چطوری هن؟ ایلیاتی هن؟ من یادمه ننه نادعلی گاهی میومد خونمون. یادته وقتی که ننم زنده بود و اونم مال دهات بود، از سوی کو صحبت میکرد. میگم داداشی بگو ببینم گاو که خریدیم من که بلد نیستم بدوشم ها. احمد به او خیره نگاه میکرد. ربابه باز گفت میگم داداش من ارسینوامو که با یه علنگو که ننم بهم داده بود یادته که روش 3 تا نگین داره، اونا هم پیچیدم. زمستونا تو ارسی میدوزی، اینجور نیست؟
احمد با سر اشاره کرد آری. میگم تو زن داتی هم میگیری آره؟ احمد به طرز مخصوصی به او خیره مینگریست. ربابه این تغییر حالت او را حس کرده بود، ولی از روی لجاجت میخواست او را به حرف بیاورد. غلط زد و شروع کرد به خواندن. منم بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته، مادر نابکار منو کشته، پدر نامرد منو خورده، خواهر دلسوز استخونای منو با 7 گلاب شسته، زیر درخت چال کرده، من شدم یه بلبل پر 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 پر. این همان ترانه‌ای بود که 3 سال پیش در اتاق روی آبنبار با هم می‌خواندند، ولی امشب جور دیگر به نظر احمد آمد و او را بیشتر عصبانی کرد. مثل این بود که می‌خواست به او بفهماند که من شوهر می‌کنم و می‌روم، اما تو زمینگیر می‌شوی و نقشه فرارمان به هم می‌خورد. ربابه دوباره در رخت خواب غلط زد، برگشت و گفت امشب هوا خنکه، داداش دستتو بده به من، بده دیگه. دست احمد را گرفت، روی گردن خود گذاشت، ولی انگشت‌های سرد احمد مثل ماری که در مجاورت گرما جان بگیرد به لرزه افتاد. در این وقت جلوی چشمش تاریک شده بود، تون نفس می‌کشید، شقیقه هایش داغ شده بود. دست راستش را بدون اراده بلند کرد و گردن ربابه را محکم گرفت. ربابه گفت داداشی من میترسم، منو اینجوری نگاه نکن داداشی. چشمهایش را به هم فشار داد و زیر لب دوباره گفت داداش چشمات تو شکل بابام شدی، شکل بابام شدی داداشی تو رو خودت داداشی. باقی حرف در دهنش ماند، چون دستهای احمد با تردستی و چالاکی مخصوص درشته گیس بافته رباب را گرفت و به دور گردنش پیچانید و به سختی فشار داد. رباب فریاد کشید، ولی احمد گلویش را گرفت و سر او را به سنگ حوض زد. کف خون‌آلودی از دهنش بیرون آمد و بی‌حس روی زانوی او افتاد. بعد احمد بلند شد، چند قدم به کمک عصا راه رفت. سپس مثل اینکه همه قوای او به کار رفته بود دوباره به زمین خورد. صبح مرده هر دوی آنها را در حیاط پهلوی حوض پیدا کردم.